خداوند شما را برحذر داشت که با یهود و نصارا دوستی نکنید، پس خدای با کی دوست باشیم؟ الله می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله می فرماید جز این نیست که ولی شما، دوست شما الله است و رسول است و مؤمنان مخلص. ببینید امام رازی اینجا مناسبت این آیه را با گذشته که مناسبتش ظاهر است نوشته که وجه النظم، یعنی وجه مناسبت یا ربط آیه با گذشته اینه که انه تعالی لما نهى فی الآیات المتقدمه، در اون آیات گذشته خداوند نهی کرد. اون آیات گذشته چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. من فرمود عن موالات الكفار، از موالات کفار. اکنون امر فی هذه الآیه، در این آیه دستور داد به موالات من یجب موالاته، دوستی بکن با اونهایی که بر تو واجب است با اونها دوست باشی. کیه اینها؟ انما ولیکم الله، جزی نیست که دوست شما الله است و رسوله و رسول الله است. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز برپا می‌دارند. و یؤتون الزکات، زکات می‌دهند. و هم راکعون، آنها رکوع هم می‌کنند. این بعضی اینجا تفسیر کردند، گرچه سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم یکی از مصادیق بارز الذین آمنوا هست، اما این آیه را فقط به حضرت علی تفسیر کردن، بگیم دوست شما خداست و رسول هست، والذین آمنوا حضرت علی هست. چون یک روایت درست کردند که حضرت علی نماز میخواند و در حالت رکوع بود، کسی آمد صدقه خواست، انگشترش را یا صدقه دیگری را در حالت رکوع بهش داد. الذين آمنوا يقيمون الصلاة و یؤتون الزکات، زکات را کجا میده؟ و هم راکعون، در حالی که رکوع کرده. اولا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ چنان نمازی نمیخواند که در نماز گدا و سائل بیاید و متوجه گدا و سائل باشد. اون علی که نماز میخواند و در حالت نماز ترکش تیر را از پایش در می آوردند که حالیش نمیشد. اون علی در نماز با مردم چیکار داره؟ اون از دنیا بریده، اون فقط به طرف الله تعالی متوجه است. و دوم والذین آمنوا صیغه جمع هست یا نیست؟ شما عربی خواندید، الذین اسم موصول هم برای جمع هست، آمنو هم صیغه چی هست؟ جمع هست. والذی آمنه نگفته، والذین آمنوا همه مؤمنین مخلص را میگه. خب باز این اشکال و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالت رکوع زکات میده؟ نه خیر، اینجا بحث رکوع نیست. و یؤتون الزکات و هم راکعون، ببین اون یقیمون الصلاة بحث عبادت مالی هست، جانی هست، و یقیمون الصلاة بحث مالی هست، و هم راکعون مسائل اخلاقی بیان شده در اینجا، بحث رکوع نیست. همه مفسران و هم راکعون یعنی رکوع کنایه از خشوع و خضوع هست، فروتنی هست، یعنی تکبر ندارند. چنانچه علامه آلوسی نوشته و هم راکعون یعنی خاشعون متواضعون لله. راکعون یعنی که در مقابل الله خشوع داره، متواضع هست، تکبر نداره، تجبر نداره. این معنیش، نه اینکه در حالت رکوع زکات میده. لذا الله تعالی می فرماید باید اینها دوست شما باشند، الله، رسول الله و مؤمنان. صحابه ابوبکر، عمر، عثمان، علی اینا هستند، همه را شامل میشه. ما که این تفسیر میکنیم نه اینکه علیاذ بالله بگیم حضرت علی بیرون هست، نه،
یکی از اولین مصادیقش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است، اما نه با اون تفسیری که شما تفسیر میکنید. اکنون برکات ولایت اینها و دوستی اینها را الله میفرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، هر کسی که دوستی کند با الله، با رسول الله، والذین آمنوا، با مؤمنان، این انسان جز حزب الهی هست، حزب الله است. حزب الله کیه؟ حزب الله کسی که با خدا دوسته، با رسول الله دوسته، با صحابه رسول الله دوسته. والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، این جز حزب الله و به اعتبار نتیجه حزب الله چیه؟ غالب هست. یا ایها الذین آمنوا، اینجا خداوند باز هم ترک موالات را مورد تأکید قرار میده با یهود، با نصارا. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نگیرید شما کسانی را که گرفتن دین شما را هزوا و لعبا، استهزاء و مسخره و بازیچه، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از آنهایی که کتاب داده شدن قبل از شما، والکفار، کسانی که کفار هستند، شما اینها را نگیرید اولیاء. اینها را چی نگیرید؟ دوست نگیرید. اولیاء مفعول دوم لا تتخذوا هست. اینها را دوست نگیرید. واتقوا الله، نسخه عمل، بترسید از الله در رابطه با دوستی با کفار. ان کنتم مؤمنین، مقتضی ایمان. اگر ایمان مقتضی چی است؟ مقتضی عدم موالات است. اگر ایمان دارید با کفار دوست نباشید. چرا؟ این علت اول بود که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. علت دوم، و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها، هرگاه شما ندا میکنید به سوی نماز، اتخذوها، نماز را مسخره میکنند، هزوا و لعبا، استهزاء و بازیچه. علت استهزاء چیه؟ الله می فرماید ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به سبب این هست که اینها قومی هستند که عقل ندارند، دین را درک نمی کنند.